الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا ابو القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین المظلومین المعصومین. اما بعد، قال الله سبحانه و تعالی فی قرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى في كلامه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الفتنة تجيء فتنسف العباد نسفا وينجو العالم منها بعلمه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. اللهم صل على محمد و آل محمد. برادران و خواهران نهایت گرامی تلویزیون منور ولایت، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. باز هم پروردگار عالمیان را شکرگزاری میکنیم که الحمدلله و المنه به ما توفیق ارزانی فرمودند تا باز هم انشاءالله و رحمان در خانه های شما مهمان شده و برنامه دانستنی های کلام الله مجید را تقدیم حضور مبارک هر یک شما عزیزان و خوبان و علاقمندان برنامه دانستنی های کلام الله مجید بکنیم. دوستان نهایت گرامی، قبل از همه تسلیت عرض میکنم خدمت فامیل آجی صاحب بزرگوار، آقای صاحب عبدالجبار که جوان عزیز خود را از دست دادن و ای هم الحمدلله یک نعمتی است که صبر و بردباری آجی صاحب نشان میده برشان و الحمدلله یک انسان مسلمان خوبی هستند که بدون شک با وجودی که چند سال قبل یک جوانشان از دستشان رفت و امسال هم دیدیم که چند روز قبل یک جوانی از نزدشان رفت، چون همه به سوی پروردگار عالمیان برمیگردیم. وظیفه ماست که انشاءالله و رحمان بگوییم انا لله و انا الیه راجعون و انشاءالله صبر بکنیم و خداوند با صابران است. ان الله مع الصابرین. به هر حال دوستان نهایت گرامی، از خداوند جل شانه صبر جمیل برای خودشان، برای فامیلشان، برای تمام عزیزانشان استدعا میکنیم و جنت برینه برای از این جوان عزیز ما. خب دوستان نهایت گرامی، هفته قبل که برنامه داشتیم با دکتر صاحب بزرگوار فرید یونس، امیدوار هستم که مورد پسند و علاقه شما قرار گرفته بوده باشه و امروز هم قرار است که انشاءالله صحبت‌های در ارتباط با صحبت‌های ایشان داشته باشیم. اما قبل از همه خدمت شما به عرض برسانم که هدف ما از برنامه هفته قبل، طوری که در قدم اول در امو هفته خدمت شما به عرض رسانده بودم، این است که ما چطور میتونیم با وجود از این که اختلاف نظر داریم با هم برادر باشیم، با هم صمیمیت داشته باشیم، محبت و خلوص و به اصطلاح در یک چوکات محبت و صمیمیت صحبت داشته باشیم. و بدون شک اگر تمام دنیا همه هم نظر می بودن دیگه چی؟ غم ما داشتیم. اما افکار مختلف است. حتی شما می بینید که در یک فامیل 5 نفر اگر باشه، هر 5شان یک فکر علایده داره و او هم به خاطر ای است که امو 5 نفره که در فامیل هستن، اونا صبح وقت که میخیزن هیچ امکان نداره که همه ایشان یک کار انجام بدن. اگر همه ایشان یک کار انجام بدن بنان هم مفکوره خواهند بود، اما چون
امکان نداره و اونا یک کاری را همه یک جا انجام نمیدن، با اون نسبت افکار مختلف هم می داشته باشند، چون از هر طرف از هر جای بعضی مطالب میشنون و بعضی قرآن مطالعه میکنه، بعضی دیگه فیلم های هندی میبینه، بعضی رو ببینین فیلم های امریکایی میبینه، بعضی ببینین بالای روح خود یا برای بالای خود کار میکنن و از نگاه روانی آماده بیشتر می باشن و بعضی که کار نمی کنن و فکر هوشیان طرف سیل و ساتیری است، ببینین که فکر دیگه داره. به هر حال دوستان نهایت گرامی، در برنامه قبل همون قسمی که عرض کردم با جناب دکتر فرید یونس طبعا در بسیاری از جایا ما نظر مخالف داشتم، اما شما متوجه بودین که الحمدلله و المنه ما در یک فضای کاملا مملو از صمیمیت صحبت‌های خود کردیم و امیدوار هستم که انشاءالله الرحمن اگر یک عزیز ما در اینجا چی تشریف میارن و یا ما رو دعوت میکنن در جای در اونجا همه ما به بسیار متانت و بردباری صحبت‌های خود بکنیم، دلایل خود بگوییم، بدون از اینکه خدا نخواسته کسی را مورد طعن و اذیت قرار بدیم و یا اهانت بکنیم و یا استهزاء خدا نخواسته. به خاطر ای که موضوع یک کمک روشن شود انشاءالله الرحمن ما یک مقدمه خدمت شما به عرض میرسانم و در لابلای مقدمه ما شما خواهید دید که او مطالب را که دکتر صاحب فرید یونس گفتن و امیدوار هستم که انشاءالله الرحمن به یاد شما باشه و صحبت ها و به خوبی انشاءالله از این مقدمه ما شما در میابین که در جایی که من اختلاف نظر دارم و در چیزهایی که اختلاف نظر دارم از چی قرار خواهد بود. و به هر حال شروع میکنم به نام پروردگار عالمیان. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. دوستان نهایت گرامی، از آنجایی که شما در جریان هستین الحمدلله و المنه پروردگار عالمیان برای راهنمایی بشریت 124,000 پیغمبر فرستادن که از جمله 124 پیغمبر 303 پیغمبرانشان مرسل بودن و 5 نفر هم اولوالعزم. خداوند جل شانه از زمان آدم علیه السلام تا به زمان خاتم و زمان خاتم تا به روز قیامت انسانها را در هر جایی که هستند بدون حجت باقی نخواهد گذاشت، چون بهشت دوزخ و یا ما شما به جنت و دوزخ اعتقاد داریم، بناهن این باید منصفانه باشه و انصاف درش موجود باشه که اصل الحمدلله که از زمان آدم علیه السلام تا به روز قیامت حجت تمام شده باید است باشه. در غیر از او در روز آخرت کسانی که حجت برشان تمام نمی شده باشه اونا خداوند جل شانه را مورد ملامتی قرار داده و میگن که حجت به ما تمام نشده، بنابراین ما سزاوار دوزخ نیستیم. با اون نسبت خداوند جل شانه تمام حجت را تمام کرد و این 4 کتابی که فرستاد، صحفی که فرستاد و خلاصه از این 4 کتاب آخری که امو کلام الله مجید است فرستاد، چون کلام الله مجید کتاب مکمل است و بعد از قرآن شریف کدام کتاب دیگه آمدنی نیست و نه خواهد آمد. بناهن این کتاب مکمل است و پروردگار عالمیان با اعلان الیوم اکملت لکم دینکم
و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این دین مکمل گشتان و نعمت خود ارزانی و این دین به صفت دین آخری قبول کرد و ازش راضی شد. بناهن سرور کائنات حضرت ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم رحمت للعالمین، امان طوری که خداوند رب العالمین بود. رسول خدا برای تمام انسان ها تا به روز قیامت رحمت است و این رحمتش شامل حال تمام چیزها میشه. بناهن نه تنها انسان ها، تمام چیزها. بناهن کتاب را خداوند جل شانه برشان نازل فرمود که فرمودند ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. در این کتاب شکی نیست و این هدایت است برای متقیان، برای کسانی که تقوا پیشه میکنند. با وجود از اینکه ما داریم هدی للناس و هدایت است برای انسان ها، اما در سوره مبارک بقره در آیه اول هدی للمتقین آمده. به هر حال این پروردگار عالمیان متقیان نیز تشریح دادن که این کسانی که با تقوا هستند اینا کیها هستند و در بعد از او کفار تشریح دادن که ان الذين كفروا من اهل ان الذين كفروا الى آخر. و ما شما میبینیم که در سوره مبارک بقره در اول صفحه هایش، یعنی صفحه دومش، که خداوند جل شانه ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. بعد از این کفار یک تعداد دیگه را خداوند جل شانه در آیه 8 یاد کردن و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین و ما هم بمؤمنین. یک گروه دیگه هم یاد شده از طرف خداوند که اینا ادعا میکنن، مدعی هستن که اینا مسلمان هستن و یعنی به خداوند ایمان دارن، به روز آخرت ایمان دارن، اما اینها ایمان ندارن. پس اینا کسان هستن، اینا منافقین هستن که در چهره اسلام یا در نقاب اسلام داخل شدن، اما اینا مسلمان نیستن. به هر حال دوستان نهایت گرامی، بعداً آیسته آیسته خداوند جل شانه پیش رفته و به خاطر از اینکه مسلمان ها را در ایمانشان محکم بگردانه و فرمودن که و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا و علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للکافرین. در اینجا هم تمام خلق عالم به مبارزه طلبیدن که اگر شما شک دارین به این کلامی که به رسول خدا فرستادیم یا به بنده خود فرستادیم به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پس یک سوره امانندش بیاورین و بخواین کمک کننده های خود را به جز از خداوند. و این کار اگر نتوانستین و هرگز هم کرده نمیتوانین، پس بترسین از آتشی که ایزم از او را انسان ها و جن ها تشکیل ببخشین که ایزم از اونها را انسان ها و سنگ ها تشکیل داده، حجاره تشکیل داده. و بعدا در جای دیگه هم فرمودن که اگر انس و جن اردوی از اینا متفق شوند و بخواین که همچو قرآن را بیاورن، هرگز این کار کرده نمیتوانند ولو که اینها یکی دیگر را کمک بکنن. پس کتاب مکمل، دین مکمل و آیین مکمل و در ظرف 23 سال تمام احکام هم به طور عملی برای مردم رسانده شد و بعداً
در آخر عمر رسول گرامی سرور کائنات صلی الله علیه و سلم هم آیه های نازل شد که خدمت شما به عرض می رسانم. اما در کلام خدای پاک فرمودند که من مثال های از هر چیز بر شما زدم و در این کلام خدا، در این قرآن شریف به خاطر حجت. بنابراین امرم فرمودند که شما در اسلام پورا داخل شوین. یا ایها الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. در ای کسانی که ایمان آورده اید در اسلام پورا داخل شوید و قدم های شیطان را پیروی نکنید که شیطان دشمن آشکارای شما است. بعدا فرمودم واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. شما بر اسمان خدا چنگ بزنین و متفرق نشین. به هر حال دوستان نهایت گرامی، چون متاسفانه وقت بسیار کم است از دیگه تفسیرم میگذرم، این را عرض میکنم خدمت شما که دین مکمل آمد و تمام مراسم اسلامی توسط سرور کائنات صلی الله علیه و آله و سلم تعلیم داده شد و عملی نشان داده شد و صحابه و اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر روز اونا را تماشا میکردن و میدیدن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چگونه نماز میخوانن، چگونه تیمم میکنن، چگونه به حج میرن، چگونه مراسم حج انجام میدن، چه قسم وضو میگیرن، چه قسم در عبادات مختلف، عید، جمعه و دیگه عبادات، اینا چه قسم ای عبادات انجام میتن، همه به چشم سر ایره دیدن. بعد از اینکه تمام عبادات عملی و نظری نشان دادن و صحابه و اهل بیت که ما همه را معصوم میدانیم، اینا علم لدونی داشتن، به هر حال دیدن و شنیدن و خداوند جل شانه در آخرین لحظه حیات رسول خدا نظر به قول فخر رازی در تفسیر خود در ارتباط به می آیه مبارک تبلیغ که آیه 67 سوره مبارک مائده است که پروردگار عالمیان فرمودند که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. و در این آیه مبارک شما اگر قرآن شریف ان شاء الله الرحمن باز بکنین نزدتان یا ایها الرسول، ای رسول ما، که ندا کرده پروردگار عالمیان، خطاب کرده پروردگار عالمیان به رسول خود که ای رسول ما، ای پیامبر ما، آنچه را از سوی پروردگارت نازل شده است به طور کامل به مردم برسان. و اگر چنین نکنی و اگر نکنی رسالت او را انجام نداده ای. و فخر رازی میگه که 80 یا 82 روز قبل از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این آیه نازل شد که در بعضی از تواریخ و از شأن نزولها 70 روز هم گفته شده است. پس وقتی که ما شما در کتب مختلف تفسیری رجوع میکنیم میبینیم که این آیه مبارک تبلیغ 70 یا الی 82 روز قبل از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. و برادران و خواهران اهل تسنن ما به این عقیده هستند که این آیه است که در ارتباط به قرآن شریف است که وقتی که ما در شأن نزول از این مراجعه میکنیم اصلا به معنا میشه، به خاطر از این که چطور امکان داره که خداوند جل شانه و بعد از این که قرآن شریف تکمیل شده و یک آیه دیگه که الیوم اکملت لکم دینکم باشه باقی مانده و خلاص این آیه را نازل میکنه که برسان احکام خداونده و آنچه را که
بر تو نازل شده، بر مردم برسان. اگر این کار نکنی گویا هیچ رسالت خدا را انجام ندادی. این به مفهوم و به معنا میشه، در حالی که اهل تشیع نظر به احادیث صحیح به اثبات رساندن میتوانند که این خلافت حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که در غدیر خم دست حضرت علی علیه السلام را رسول خدا گرفت و گفت من کنت مولا فهذا علی مولا، و بعدا دعا کرد که این کتاب را که شما میبینین شرح عقاید اهل سنت است که تألیفشان دکتر عبدالملک السعدی کرده، ترجمهشان امیر صادق تبریزی. و جالبی است که در امی کتاب در دلایل با فضیلت بودن حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که اهل تسنن اول با فضیلت تر خلیفه اول میدانند، بعدا دوم، بعدا سوم، بعدا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اما بسیار جای تعجب هم است که وقتی که ما شما در ارتباط با دلایل افضلیت این 4 نفر احادیث را مطالعه میکنیم که در امی کتاب درج است، به خوبی ظاهر میشه که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام کجا و 3 خلیفه دیگه کجا. به هر حال در اینجا هم در یک قسمت از این دلایل افضلیت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بر سایر صحابه میگن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حق حضرت علی علیه السلام فرمودند من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه عاد من عاداه. امام احمد آن را میگه روایت کرده و اینا هم در مشکات المصابیح جلد 3 صفحه 246 این مدرک آوردن. و بر حال در اینجا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودن هر کس که من دوست او هستم علی هم دوست اوست. خداوندا یاور کسی باش که یاور اوست و دشمن کسی باش که دشمن او است. و این نکات انشاءالله الرحمن شما مد نظر بگیرین و بعدا من خدمت شما به عرض میرسانم که چی کسایی با حضرت امیرالمؤمنین دشمنی کردن و نظر به دعای رسول خدا که دعای رسول خدا همیشه مستجاب است. نظر به این حدیث شریف واقعا کسانی که دشمنی کردن با حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام اونا دشمن خداوند جل شانه شده میتونن با این دعایی که سرور کائنات کردن. به هر حال دوستان نهایت گرامی، دین با اعلان کردن ای که حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام جانشین رسول خدا است و اگر انشاءالله الرحمن زندگی باشه بحثای ما با جناب دکتر صاحب فرید یونس که اونا هم از برادر نهایت گرامی ما غوریانی صاحب تقاضا کردن که برنامه ما را تعقیب بکنن و امی لحظه هم انشاءالله الرحمن که برادر عزیز و گرامی ما که ما خودم شخصا عرض ادب میکنم خدمتشان و برشان توفیقات اضافتر در تمام امورات زندگی از پروردگار عالمیان استدعا میکنم شاهد هستن و برنامه را میبینن و امیدوار هستم که انشاءالله الرحمن اینا هم قلم و کاغذ برداشته و انشاءالله این نکاتی را که من خدمتشان به عرض میرسانم نوت کرده و بعدا در برنامه یونس شو با دکتر صاحب فرید یونس انشاءالله ایره در جریان گذاشته و به این سوالا انشاءالله الرحمن مستند و مستدل پاسخ بدن که انشاءالله ما هم برنامه ایشان را تعقیب خواهم کرد انشاءالله و از هر سوالی که اونا داشتن ما هم به وظیفه داریم که به جوابش بپردازیم انشاءالله الرحمن.
به هر حال پس برمیگردیم، دین مکمل گردید، رسول خدا عملا و چه فعلی چه عملی و همه مراسم انجام دادن. صحابه دیدن، بعدا وقتی که رحلت میکردن، قبل از اینکه رحلت کنن عرض کردن که برای ما قلم و کاغذ بیارین تا که ما چیز بنویسم که شما هیچ وقت گمراه نشین. و طبعا این هم صحیح بخاری است، جلد اولش در 7 جای از صحیح بخاری حدیث قرطاس آمده و ایرم از این طریق هم خواندمک و بازم عرض میکنم که خدا نخواسته باشه که جزئی ترین اعانت و یا جسارت هدف ای بنده باشه. هدف از بنده صرف واضح کردن حقایق تاریخی و انشاءالله الرحمن تا جای امکان تبلیغ دین پاک مبین اسلام است و همان طوری که حتی به سرور کائنات خداوند جل شانه میفرماید که وظیفه تو صرف رساندن است و تبلیغ کردن دین است و دیگه چیزی وظیفه اضافه تر نداری. و در جای دیگه هم و ما علینا الا البلاغ المبین آمده و در جای دیگه آمده که و ما ارسلناک علیهم وکیلا و ما علینا الا البلاغ المبین و ما علی الرسول الا البلاغ المبین آمده. و خلاصه فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. نظر به این آیات کلام الله مجید وظیفه ما صرف گفتن است و بس، دیگه از او به بعد کدام اضافه تر کدام مسئولیت نداریم. به هر حال صحیح بخاری جلد اول صفحه 73 حدیث 114 که همون حدیث قرطاس است که از عبیدالله ابن عبدالله روایت است که ابن عباس رضی الله عنهما گفت آنگاه که بیماری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شدت یافت. ما همیشه عرض کردیم دوستان نهایت گرامی که در اینجا صلی الله علیه و سلم است، در حالی که باید صلی الله علیه و آله و سلم باشه. به هر حال این نظر برادران و خواهران اهل تسنن است و ما احترام میکنیم، اینا نوشته کردن، اما ما همیشه صلی الله علیه و آله و سلم میگم. شدت یا فرمون نوشته افزار بیاورید تا برای شما نامه‌ای بنویسم که پس از آن گمراه نشوید. عمر گفت بیماری پیامبر صلی الله علیه و سلم شدت یافته و کتاب خدا نزد ماست که امان ما را بسنده است. حاضرین با هم اختلاف کردند و سر و صدا زیاد شد. آن حضرت فرمود از نزد من برخیزید و شایسته نیست که در حضور من خصومت صورت گیرد. ابن عباس برآمد در حالی که میگفت به تحقیق مصیبت و کمال مصیبت چیزی بود که میان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و نوشته اش حائل گشت. یعنی کاش چیز نوشته میشد که در اینجا برادر عزیز ما جناب احراری صاحب هم ایره در قوس نوشته کردن. به هر حال دوستان نهایت گرامی، اگر شما خواسته باشین ما این متن عربیش هم میخوانم و بعدا ترجمهش از خود از اینا که شما خدا نخواسته نگوین که در ترجمه اشتباه کردی و یا ترجمه را غلط کردی. بنابراین ترجمه را هم از خود جناب احراری صاحب میخوانم که سوء تفاهم صورت نگیره. بنابراین سوال ما که انشاءالله برادر عزیز ما قریانی صاحب نوشته میکنن این است که چطور امکان داره که یک کسی که امروز بیایه و منکر احادیث شوه و بگویه که دیگر اصلا حدیث ما کار نداریم و کتاب خدا ما را کفایت میکنه، اونا مرتد میشه، ملحد میشه. و خلیفه دوم که اولین کسی بودن که گفتن که کتاب خدا نزد ما است و امی کتاب ما را بسنده است، ما به حدیث کار نداریم. و متاسفانه امی فکر بود که باعث ازی شد که متاسفانه احادیث سرور کائنات که باید جمع‌آوری میشد و ثم به ثم پخش میشد و تبلیغ میشد، متاسفانه نتوانستند. نه تنها تبلیغ نشد بلکه منع قرار گرفت و هیچ کس حق نداشت که حدیث بگوید و اگر حدیث یاد میکردن
اونا مجازات می شدن، مثل که خلیفه دوم با بعضی از کسانی که تجار بودن با اونا قدم زده می رفتن و بعدا اونا را می گفتن که می فهمین برای چی ما آمدیم امرایتان، و اونا می گفتن شاید برای بدرقه، اما می گفتن که وقتی که در عراق میری یا در دیگه جایا اگر شنیده بودم که حدیث یاد بکنین از سرور کائنات، بعدا دیگه من میفهمم شما حتی اونا را به اصطلاح متوجه می ساختن که اگر حدیثی گفته بودین شلاق میخورین و تهدیدشان میکرد. و در اینجا هم این کتابی که نزد ما است، فضائل اعمال، بسیار یک کتاب معروف و مشهور است و در اینجا یک عنوان داره به نام قصه سوختاندن ابوبکر صدیق رضی الله عنه مجموعه خود را، که ما این را هایلایت هم کردیم و در اینجا از خود بیبی عایشه روایت است. حضرت عایشه می فرماید که والد من، یعنی ما امی چیزی که در امی است انشاءالله ما عین چیز می خوانم. حضرت عایشه رضی الله عنها می فرماید که والد من حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ذخیره 500 احادیث را جمع کرده بود. در یک شب من او را دیدم که نهایت بیقرار است و پهلوهای خود را تبدیل می کرد. من این حال او را دیده بیقرار شدم، پرسیدم که آیا بالای شما کدام تکلیف است یا کدام سخن موجب غم را شنیده اید؟ خلاصه این که تمام شب او در این بیقراری گذشت و در وقت صبح فرمود که آن مجموعه احادیث که من نزد شما نهاده ام آن را بیار. من آن را آوردم، او آن را سوختاند. من پرسیدم که چرا سوختاندی؟ ارشاد فرمود که مرا این اندیشه پیش شد که چنین نشود که من بمیرم و این در نزد من باشد و احتمال دارد که در این روایت هایی باشد که من از دیگرها شنیده باشم و من آن را معتبر دانسته باشم و در واقع آن معتبر نباشد و در روایت آن کدام خللی باشد و وبال آن به گردن من خواهد شد. این قصه 500 حدیث است که در صفحه 98 و کتاب فضائل اعمال از شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب و مولوی قلم الدین کابلی آل باشنده چمن ایره ترجمه کرده. خب سوال من از جناب غوریانی سبی است که در اینجا گفته شده که 500 حدیث خلیفه اول سوختاندن و اونا گفتن که به خاطر از این من ایره می سوزانم که نشه که در بین یک حدیث ساختگی یا جعلی داخل نشه و گناهش در گردن من نشه. سوال در اینجا است که این 500 حدیث را که نزدشان بود، اولا چرا وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حیات داشتن نزد ایشان نبردن و از زیر نظر از اونا نگذراندن؟ ثانیاً اگر فکر کنیم که موقع مساعد نشد و نکردن، پس یک عنوان قبل از اون اگر شما ببینید فهرست جماعت کارکنندگان فتوا میگه اگرچه صحابه کرام رضی الله عنهم با وجود مشغولیتشان در جهاد و اعلاء کلمت الله همهشان در مشغله علمی هر وقت منهمک بودند و هر شخصی که در کدام وقت کدام چیز را حاصل میکرد اشاعت آن و رسانیدن آن مشغله زندگیشان بود، لیکن باز هم یک جماعتشان مخصوص برای فتوا بوده که در نامه آن حضرت صلی الله علیه و سلم هم کار فتوا را میکردند، که در زمانه آن حضرت صلی الله علیه و سلم هم کار فتوا را میکردند. آن حضرات به قرار زیلند. اول ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبدالرحمن ابن عوف، حضرت ابی ابن کعب، حضرت عبدالله ابن مسعود، حضرت معاذ بن جبل، حضرت
عمار بن یاسر، حضرت حذیفه، حضرت سلمان فارسی، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو موسی اشعری شاید باشن که ابو موسی رضی الله عنه نوشته کردن، حضرت ابو دردا، حضرت ابو دردا رضی الله عنهم اجمعین. خب و باز جالبی است که میگه که این دلیل کمال علمی این حضرات است که در موجودگی آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم این حضرات از اهل فتوا شمار می شدن. اولا نظر مایی است که در موجودیت رسول خدا احد حق فتوا را نداشت، چون خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم فتوای خود را از خداوند جل شانه اخذ میکرد و خودش هم از هوای نفس خود فتوا صادر کردن نمیتوانست. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. بناهن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم باید است که منتظر میمان که حکم خداوند در یک مسئله چی بود و اونا فتوا. چطور امکان داره که در زندگی خود رسول خدا اینا هم اهل فتوا بودن؟ باز اگر گیریم گپ شما را ما قبول بکنیم، پس اینجا میگن که اولین کسی که نام میبرن ابوبکر صدیق میگن است که اهل فتوا بودن. حضرت ابوبکر گفته که اهل فتوا بودن. چطور امکان داره که یک مفتی که در زمان خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مفتی بوده باشه فرق بین حدیث جعلی و حدیث درست کردن نتوانه و تمام احادیث آتش بزنه؟ امیدوار هستم که انشاءالله الرحمن شما این پاسخ بدین. نه تنها شما، حتی از تمام دوستان عزیزانی که برنامه اسلامی دارن، دکتر صاحب ارشد ارشاد، قاری صاحب صفی الله، دکتر صاحب سعیدی، دکتر صاحب ستار سیرت، استادهای مختلفی که الحمدلله که برنامه‌های مختلف دارن، انشاءالله الرحمن را جواب بدن. پس این به ثبوت رسید که 500 حدیث را که جمع‌آوری کرده بود خلیفه اول، این را ساختن. پس نتیجه این میشه که دین کامل بود. دین کامل بود. سرور کائنات صلی الله علیه و آله و سلم قبل از اینکه رحلت کنن، حضرت علی علیه السلام به صفت خلیفه برحق جانشین رسول خدا تعیین کردن و هرگاه انشاءالله شما اسناد خواسته باشین، انشاءالله دهها چی که صدها انشاءالله ثبوت ما خدمت شما پیش میکنم و اقلا 96 صحابه این حدیث غدیر یاد کردن، غدیر خمه. خب قبل از اینکه سرور کائنات رحلت بکنن فرمودن که ما دو چیز برای شما میگذارم، اگر به این دو چیز تمسک یا چنگ بزنین هیچ وقت گمراه نمیشین. یکیش قرآن کتاب خداست و در اون نور است و هدایت است، و دوم اهل بیتی اطرتی. و این حدیث هم حدیث ثقلین است که در صحیح مسلم هم آمده و در حالی که معکوسش سنتی در یک کتاب موطا امام مالک آمده که دیگه در صحاح سته دیگه که عبارت از صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن ترمیزی و سنن ابی داود و نسائی و بالاخره کتاب های دیگه که الحمدلله و المنه کتابش پیش ما است این نامده. پس دین ما باید از کی اخذ بکنیم؟ از حضرت امام علی علیه السلام، چون خود سرور کائنات گفتن که از اهل بیت ما و ای اهل بیت ما را هم اطرتی اهل بیتی را هم در صحیح مسلم که از خود بی عایشه روایت کرده در 24 یعنی 2424 حدیث 2424 که یک روز صبح رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیرو برآمد در حالی که در سر شانهشان یک شال رادار بود که پشم سیاه داشت و حضرت امام حسن علیه السلام آمد، اونا را در زیر شال به همراه خود گرفتن. بعدن
امام حسین علیه السلام آمد، بعدا فاطمه الزهرا سلام الله علیها، بعدا امام علی علیه السلام. بعدا اونا آیه تطهیر خواندن که بسم الله الرحمن الرحیم انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پس مشخص شد که اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم کی بودن؟ امی در زمان خودشان امی 4 نفر بودن و خانمایشان از جمله اهل بیتشان نبود، مثل که خود بی بی سلمه میفرمایند که رضی تعالی عنها که این آیه در خانه من نازل شد و من گفتم که یا رسول الله من هم شامل اهل بیت شما میشم. گفت تو در خیر هستی اما از اهل بیت من نیستی. اهل بیت از نظر ما کسانی که معصومین هستند، هیچ خطا و سو شامل حالشان نمیشه. بنابراین معصومین کسانی هستند که خود پروردگار عالمیان انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، که طبعا این آیه مبارک هم شما همین قرآن شریفه که ورق بزنین در سوره مبارک احزاب که 33 از آیه 33 که شما ببینین، خداوند جل شانه به صراحت میفرمایند که الله قطعا میخواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و چنان که باید شما را پاک سازد. و این هم از امی تفسیر حسن الکلام است که از برادران اهل تسنن ماست و دکتر حسین تاجی گلداری، تصحیح و مراجعه دکتر عبدالغفور حسین بر، عبدالواحد شمسی و ما ترجمه شام هم از امی خانم. الله قطعا میخواهد پلیدی را شما اهل بیت دور کند و چنان که باید شما را پاک سازد. از سوی دیگه بدون شک ما شما میدانیم که وقتی که یک گروه مدعی ازی هستند یا ادعا میکنن که اهل بیت رسول خدا معصوم هستند، باید که معصومیت از اونا را به ثبوت برسانند و یا ای که اگر خدا نخواسته خطایی کرده باشند و کسایی که اونا را معصوم نمیدانند باید دلایل ارائه بدارند. مثل که ما دلیل داریم چرا زنای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم معصوم نیستند. به خاطر از این معصوم نیستند که حتی خداوند جل شانه یک سوره مبارک را به نام سوره تحریم در مذمت خانم های رسول خدا که نه تنها کلشان، نه که خانمشان عایشه و حفصه، که عایشه طبعا دختر خلیفه اول و حفصه هم دختر خلیفه دوم بود، نازل کرد و بدون شک اونا را در مذمتشان این آیه سوره مبارک تحریم نازل شد. اگر معصوم می بودن پس چطور امکان داره که سوره مبارک تحریم در مذمتشان نازل شود؟ امکانش نبود. پس از این معلوم میشه که اونا معصوم نبودن. و هنگامی که ما شما به تاریخ هم مراجعه میکنیم میبینیم که اونا متاسفانه مشکلات بس بزرگ را در جامعه خلق کردن. برای مثال جنگ جمل که شما دیدین که اقلا در تاریخ طبری است از 10 الی 15 هزار نفر جانای خدا یا زندگی خدا از دست دادن، در حالی که خداوند جل شانه منع کرده و گفتن که و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها غضب الله علیه ولعنه وعد له عذابا عظیما. اگر کسی یک مؤمن را به قصد میکشه پس جزایش جهنم است، همیشه اونجا می باشه و غضب خدا برش نازل میشه و سرسختترین جزا را میبینه. پس امکان نداره که بی بی عایشه
معصوم بوده باشه، چون جنگ جمل برا انداختن و نه تنها او در امی کیمیای در امی احیای علوم الدین که من متاسفانه به عوض جلد دوم اول آوردم و شما انشاءالله الرحمن اگر مراجعه بکنین به جلد دوم احیای علوم الدین در اونجا میبینین که بین رسول خدا صلی الله علیه و سلم و عایشه صحبت های رد و بدل میشه. یعنی عایشه مشکلات داره برای رسول خدا ایجاد میکنه که باعث از این میشه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به پدرش شکایت بکنه. پدرش وقتی که میایه حضرت سرور کائنات برای عایشه میگه که ما بگویم و یا تو میگی، اما عایشه استغفر الله استغفر الله خداوند عفو بفرمایه، میگه تو بگو به شرط از اینکه راست بگویی. یعنی این خودش نشان میده که این ام المؤمنین عایشه معصوم نبوده. بعداً در اینجا پدرش قفاق به دهنش میزنه که حتی خون جاری میشه و عایشه در پشت رسول خدا پنهان میشه و رسول خدا خلیفه اول ابوبکر میگه که من به این قسم خودت بر از این نخواسته بودم که به اصطلاح تو ایده توبیخ بکنی. و در جای دیگه میگه که وقتی که قار میشه میگه تو که خدا پیغمبر خدا میدانی و این هم استغفر الله استغفر الله نشان میده که یک انسانی که معصوم باشه هیچ وقت این همچون صحبت را نمیکنه. در سوره تحریم میگه ای همسران پیامبر اگر شما دو نفر کمی عایشه و حفصه باشه به درگاه الله توبه کنید به سود شماست، بیگمان دلهایتان از حق منحرف شده است. و این ما هم از امی تفسیری که نزدم است میخوانم و سوره تحریم شما باز بکنین، سوره مبارک تفسیر امی تفسیری که از اهل تسنن است و در برنامه‌های مختلف اعلانش تیر میشه. تفسیر حسن الکلام از فارسی مترجم دکتر حسین تاجی گلداری و ماخذش هم از صحیح بخاری و تفسیر ابن کثیر و تفسیر قرطبی گرفته شده. و عین چیز ما در ارتباط با سوره تحریم که صفحه 560 است و سوره مبارک 66 است و همون مسئله است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در خانه بیبی زینب عسل نوش جان میکنن و پس وقتی که بر میگردن اینا دو تا زنای رسول خدا حسادتشان میه و به خاطر ازی که اینا مانع شوند یکی دیگه خدا یاد میتن که بگو که دهنت یک بوته است که خیلی بدبوی است، استغفر الله استغفر الله، دهن خودت بوی از او را میته و استغفر الله که اینا هم میگن و خداوند خبر به گوش رسول خدا میرسانه و رسول خدا حتی ما و شما داریم که یک ماه از اینا دوری میجویه. به هر حال خداوند به مذمت از اینا ای آیه را نازل میکنه که ای همسران پیامبر اگر شما دو نفر به درگاه الله توبه کنید به سود شماست، بیگمان دلهایتان از حق منحرف گشته است. و اگر شما دو نفر بر علیه و همدست متفق شوید پس بدانید که الله یاور و مولای اوست و نیز جبرائیل و مردمان شایسته از مؤمنان و فرشتگان نیز بعد از آن پشتیبان و مددگار او هستند. چی بسا اگر شما را طلاق دهد پروردگارش همسران بهتر از شما برایش جایگزین کند که مسلمان. بسیار سوره مبارک تکان دهنده، آیه مبارکه تکان دهنده است که مسلمان، مؤمن، فرمانبردار، توبه‌کار، عبادت کننده، روزدار، بیوه و دوشیزه باشند. و در اینجا مذمت از اینا ای آیه نازل شده و شما میتونید که از صحیح بخاری در شأن نزول امی سوره مبارک تحریم هم پیدا بکنین که واقعا عظیمی است. به هر حال دوستان نهایت گرامی که وقت ما مگذره به بسیار صراحت و عرض میکردم خدمت شما که همه چیز پنهان شد متاسفانه. من انشاءالله الرحمن چون بسیار وقت من زیق است، یک 10 دقیقه مانده، یک 2-3 دقیقه دیگه صحبت میکنم، بعدا یک کلیپ را خدمت شما میگذارم و شما ببینید که
یک مفتی اعظم یا مفتی اعظمی که سالها مطالعه کرده و متعلم از این دین بوده، متاسفانه چطور حقایق تاریخی از نظر از اینها پنهان نگه داشته شده که خودش به فغان آمده و میگه که چرا علمای ما، معلمین ما این مطالب تاریخی را خصوصا در ارتباط به عاشورا از نظر ما پنهان گذاشتن و توجیهشان هم خودشان میگه که پرسانشان کردم، توجیهشانی بود که اگر ما این حقایق براتان میگفتیم میترسیدیم که شما به تشیع گراییده نشین و شیعه نشین و اینا هم اونا را مورد تاخت و تاز قرار میتن و میگن که آیا این توجیه درست است که یک مذهب به خاطر از این که خودش قدرت پیدا کنه حقایق از مردم پنهان بکنه و آیا این جایز است، جای توجیه هست که یک مذهب به خاطر از این که مردم در یک مذهب اسلامی دیگه نرن حقایق پنهان بکنن و حقایق به گوش مردم نرسانن و اینا هم شکایت دارن که انشاءالله الرحمن ما امیر خدمت شما میگذارم و امیدوار هستم که شما خودتان ایره ببینین و بعدا انشاءالله ما پس برمیگردم صحبت های خدا تکرار. انشاءالله we will show you my dear brothers and sisters, you can see inshallah this clip and I will be back inshallah. فإذا بي واسمحوا لي أن أقولها بصدق عشرات من السنين وأنا على مقعد الدراسة لا أسمعها من أستاذ لي أن يوم عاشوراء كانت فيه مأساة الأمة الإسلامية. لماذا كانوا يخفون عنا ذلك؟ سامحهم الله. قال خوفا من أن تتأثر فتتشيع. خوفا. هل تخبأ الحقائق خوفا من المذاهب؟ هل نكتم الحقيقة حتى لا نقوي مذهبا على مذهب؟ دعونا من ذلك أيها السادة. فقد مضى زمان يستعمل فيه الدين متكئا لسياسة الأشخاص، وقد مضى الزمن الذي يستغله من سمي بأمير المؤمنين ظلما ليعيش في الأرض فسادا. فما أمير المؤمنين إلا رجل أقام ميزان الحق عليه أولا ووزن نفسه بالشريعة ثانيا ووضع ميزان الإسلام عليه وعلى أسرته ثالثا، فهذا أمير المؤمنين. أما أن يكون أميرا ببيعة تؤخذ قهرا أو بانتخاب يؤخذ تزويرا ورشوة فهذا ليس أميرا لأحد. فإذا بي واسمحوا لي أن أقولها بصدق عشرات من السنين وأنا على مقعد الدراسة لا أسمعها من أستاذ لي أن يوم عاشوراء كانت فيه مأساة الأمة الإسلامية. لماذا كانوا يخفون عنا ذلك؟ سامحهم الله. قال خوفا من أن تتأثر فتتشيع. خوفا. هل تخبأ الحقائق خوفا من المذاهب؟ هل نكتم الحقيقة حتى لا نقوي مذهبا على مذهب؟ دعونا من ذلك أيها السادة. فقد مضى زمان يستعمل فيه الدين متكئا لسياسة الأشخاص، وقد مضى الزمن
الذي يستغله من سمي بأمير المؤمنين ظلما ليعيش في الأرض فسادا. فما أمير المؤمنين إلا رجل أقام ميزان الحق عليه أولا، ووزن نفسه بالشريعة ثانيا، ووضع ميزان الإسلام عليه وعلى أسرته ثالثا، فهذا أمير المؤمنين. أما أن يكون أميرا ببيعة تؤخذ قهرا أو بانتخاب يؤخذ تزويرا ورشوة، فهذا ليس أميرا لأحد، إنما هو أمير هواه ونفسه وشهواته. حقيقة يجب أن أعلنها. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوستان نهایت گرامی، شما متوجه از این ویدیو شدین. الحمدلله که امروز زمان تکنولوژی است و حقایق به گوش ما و شما میرسه. ببینین که یک مفتی اعظم که سالها است، یعنی از سال 2005 که اینا مفتی اعظم هستند در سوریه و اینا خودشان اعتراف میکنن که حقایق عاشورا را از مردم پنهان نگاه کردن و از علمای خود، از استادای خود که پرسان میکنن، اونا میگن که به خاطر از اینکه نشک شما به شیعه میشدین، از او خاطر مایی را نگفتیم برای شما. و خود از اینا هم وجدانشان اینا را محکمه کرده و به درد آورده که چرا اینا حقایق تاریخی را از اینا پت کردن. و در تاریخ بدون شک مشکلات‌های بس بزرگ با وجود آمده و برادران و خواهران اهل تسنن ما امیدوار هستیم که دقیق شوند و کسانی را که فکر میکنن صحابه تمامشان خوب بودن، ان شاء الله الرحمن اگر مطالعه عمیق بکنن به این نظر میرسن که نظر اهل تشیع را تایید میکنن که در صحابه مثل ما و شما هم مردمای نیک و مبارک و خوبی بودن و معکوسشان هم مردمای بسیار به اصطلاح بد هم بودن. و امیدوار هستم که شما، چون وقت نیست که یکه به یکه با وجود از این که تمام از این کتب را که ما اسنادش خدمت شما به عرض میرسانم، اینجا قطار ماندیم و میخواستم که خودم ایره بخوانم که شما ببینین، اما چون وقت نیست شما خودتان میتونین که صحیح مسلم، صحیح بخاری، ببخشید کلش از بخاری برای شما به اصطلاح رفرنس یا ماخذ میتم، آدرس میتم. جلد 7 صحیح بخاری را شما ببینین. رسول خدا صلی الله علیه و سلم امر کردن که شما صحبت های مرا بنویسین و امو قسم حضرت علی علیه السلام یک روز صبح، یک روز شب، یک دفعه صبح، یک دفعه شب نزدشان میرفتن و ذره به ذره هر چیزی که رسول خدا میگفتن اینا نوشته میکردن و مصحف امام علی علیه السلام معروف و مشهور است و نزدشان بود و امی قسم به ائمه اطهار سپردنش بود یکی بعد دیگر. خب پس رسول خدا منع نکردن که شما حق ندارین حدیث مرا نوشته بکنین، اما او کسایی که حدیث ساختگی به پای رسول خدا بسته میکردن اونا را اخطار دادن و گفتن جایتان دوزخ است. در صحیح بخاری صفحه امی جلد 7 صفحه 415 حدیث 7050 یعنی 7050 ببینین که در اینجا رسول خدا میفرماید که صحابه خواستار امارات بودن و حریص قدرت و قدرت طلب بودن. بعدا میبینین که در صفحه 401 حدیث 7113 بعضی صحابه نفاق خود را پنهان میکردن. صفحه 374 حدیث 7050 که عرض کردم در اونجا نشان میده که صحابه خواستار امارت بودن و در امو 51ش باید است که بعض صحابه اهل آتش هستند. صفحه 598 حدیث 7449 همه صحابه برای خدا نمی جنگیدند. ایره ما چون او حدیثی که خواندیم از لا بلای حدیث همی
لعاب مطلب ما بر شما در اینجا نوشته کردیم. یعنی اگه بخوانین متوجه میشین که همه صحابه به خاطر خدا نمی جنگیدن. بعضی می رفتن به خاطر غنیمت، بعضی می رفتن به خاطر به اصطلاح که متاسفانه امو نفع دنیایی خود از جنگ ببرن. حدیث صفحه 373 و 374 حدیث 7049 و 7050 باز هم که صحابه را به جهنم میبرند. جلد اول شما برین ببینین از صحیح بخاری را ترجمه برادر عزیز ما عبدالعلی نور احراری 506 صفحه 506 حدیث 7306. خب این هم امو جلد 7 است، ببخشین جلد 7 است 7306. این بدعتگذاری را که در دین گذاشتن. جلد اول شد اناله صفحه 267 صفحه 355 حدیث 740 در اینجا نشان میده که چطور امر میشد در زمان خلیفه دوم که دستای خود بسته بکنن در حالی که رسول خدا دستباز نماز خواندن و میگن صلوا کما رأیتمونی اصلی. ما همین طوری که مرا میبینین نماز میخوانم نماز بگذارین. اینجا که دکتر سید فرید یونس همیشه انتقاد میگیره بالای مساجد که چرا زنها را نمیگذارن در مسجد، اونا میتونن که جلد سوم صحیح بخاری صفحه 505 حدیث 3104 3104 که عفوا میخوایم این مسئله فتنه است که از کجا بیرون میشه. اما جلد دوم حدیث 411 صفحه 411 حدیث 869 من زنان در مسجد. این فتوای بیبی عایشه بوده. اولین کسی که فتوایشان همی بود که زنان نباید در مسجد بیاید بیبی عایشه بوده. در حالی که حدیث 410 حدیث 866 و 865 صفحه 410 اجازه داشتن زنها برای نماز حتی در شب هم توسط خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم را نشان میده. و حدیث 873 و 882 صفحه 412 هم در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زنها به نماز می رفتن، نشان میده که زنها به نماز می رفتن. حتی شوهرایشان هم می گفتن که در شب هم زنها را منع نکنین از آمدن به مساجد. اما عایشه فتوا دادن که زنها نمیتونه در مسجد بیاید و این کسانی که زنها را نمیگذارن طبعا پیروی چون نیم دین خود نظر به حدیثی که دارن که ما او را جعلی میدانیم از حمیرا بگیرین و حمیرا امانا بیبی عایشه است، بناهن پیروی از اونا میکنن نه از سرور کائنات. خب دوستان نهایت گرامی، مطالب بسیار زیاد است و وقت ما متاسفانه کم. بیاین که برنامه امروز یک جمع بندی بکنیم و او منتظر جواب دکتر صاحب و برادر نهایت عزیز ما قریانی صاحب می باشیم. در این هفته که بخیال برنامه ندارن، در هفته بعدش. پس دین اسلام دین مکمل و بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نظر به قول خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم باید از دین از اهل بیتشان بگیریم. صحیح مسلم جلد 7 صحیح مسلم جلد 7 صفحه 122 امی حدیث ثقلین گفتن و از زید بن ارقم میگوید روز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کنار آب به نام خم بین مکه و مدینه به خطابه ایستاد، حمد الهی کرد و ثنای او به جای آورد
و موعظه و نصیحت کرد. سپس فرمود ای مردم، من هم بشری هستم که به زودی مامور الهی به سوی من می آید و خواهم رفت و در بین شما دو چیز گرانبها خواهم گذاشت. اول کتاب خدا که در آن هدایت و نور است، پس بدان چنگ زنید. سپس تشویق و ترغیب درباره کتاب خدا فرموده و ادامه داد و اهل بیت من، خدا را به یاد شما می آورم درباره اهل بیتم، خدا را به یاد شما می آورم درباره اهل بیتم، خدا را به یاد شما می آورم درباره اهل بیتم. و ایره اذکرکم الله فی اهل بیتی را 3 دفعه تکرار کردن. و این در مستدرک هم آمده، جلد 3 صفحه 109. و بدون شک در کنز العمال هم جلد اول صفحه 167 شما مراجعه بکنین که جابر از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت میکند که فرمود چیز در میان شما گذاشتم که اگر بدان تمسک کنید هیچگاه گمراه نشوید، کتاب خدا و عترتم اهل بیتم. و در مستدرک با جلد 2 صفحه 343 آمده و در اینجا هم نقل میشه که در حالی که ابوذر درب کعبه را گرفته بود، شنیدم که میگفت ای مردم، هر کی مرا میشناسد من همان کسم که من میشناسد و هر کی نمیشناسد من ابوذرم. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که میفرمود مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح است، هر کی بدان درآمد نجات یافت و هر کی تخلف کرد غرق شد. ایره حاکم آورده در مستدرک خود جلد 2 صفحه 343. انشاءالله که در الصواعق المحرقه صفحه 184 هم ابن عباس از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کرد مثل اهل بیت من مانند کشتی نوح است، هر کی از آن رو برتابد غرق می شود. بناهن خداوند فرمود که این اهل بیت رسول خدا پاک است و هر رجس و نجاست از اینا دور کردن. و بعدا رسول خدا گفت که شما دینتان از اهل بیت ما بگیرین، 2 چیز براتان میگذارم، قرآن و اهل بیت. و این اهل بیت معصومین هستن و هیچ انسان را ما نمیتونیم مقایسه با اینا کنیم. یعنی ما که میگیم امام صادق علیه السلام معصوم بود، نمیتونیم در پهلوش بگوییم که امام صادق علیه السلام و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اینا کلشان پیش ما یک قسم هستن و انسان ها بودن. نه خیر، اینا معصومین بودن و ما دلایل را که ارائه میکنیم دلایل مستند مستدل و هیچ کسی در طول تاریخ پیدا نشده و از این به بعد هم پیدا نخواهد شد که این دلایل ضعیف به اصطلاح به ثبوت برسانه، چون دلایل خیلی محکم است و در تمام کتب ثقه برادران و خواهران اهل تسنن ما هم وجود داره و در کتب بسیار زیادی است. من یک چند مثال را خدمت شما به عرض رساندم از احادیث، یکیش از حدیث ثقلین بود و دیگهش هم از حدیث سفینه النجاة و به هر حال امیدوار هستم که انشاءالله الرحمن و سوالایی را که ما از جناب برادر بزرگوار ما کردیم انشاءالله نوت گرفته باشن و اگر نوت هم نگرفته باشن انشاءالله ایمیل کنن به ما mushrif01@yahoo.com. ما در خدمت شما هستم و نه تنها اینا، از تمام دانشمندایی که در 4 اطراف برنامه اسلامی دارن انشاءالله الرحمن ما در خدمتشان هستم و اگر میخواین مباحثه داشته و میخواین اینجا تشریف بیارن امرای ما زنده در برنامه صحبتایی داشته باشن، قدمایشان سر دیده ما بیاین انشاءالله. امون قسمی که با جناب دکتر سیف فرید یونس صحبت داشتیم، امون قسم انشاءالله الرحمن با اونا هم در یک فضای مملو از صمیمیت و برادری صحبت‌های خودمی داشته باشیم و قضاوت میگذاریم به برادران و خواهران عزیز ما و امون قسمی که در بسیاری جای با دکتر سیف فرید یونس ما هم نظر نبودم، اما قضاوت گذاشتم به بینندگان نهایت گرامی ما و هیچ وقت تبصره سرش نکردم و خود دوستان عزیزان میدانن. ایشان گفتن که صرف و نحو فارسی را اگر انسان بفهمه عربی را میفهمه، طبعا ما هم نظر نبودم امرایشان
و قضاوت به بینندگان عزیز میسپاریم که آیا امکان داره که صرف و نحو فارسی را اگر بدانیم عربی را هم میدانیم یا خیر. به هر حال دوستان نهایت گرامی، در برنامه بعد انشالله به ادامه از این برنامه صحبت های می داشته باشم. متاسفانه که سر میز که شما میبینید کتاب پر است و نتانستم که حتی 5% صحبت های خود خلاص بکنم، اما انشاءالله الرحمن در برنامه های بعد صحبت های خواهیم داشت و امیدوار هستم که باز هم این برنامه مورد پسند پروردگار عالمیان قرار گرفته بوده باشه. و بازم عرض میکنم که غرض از این مزاحمت و غرض از گرفتن وقت شما امی است که انشاءالله خود ما وظیفه خود را انجام بدم به صفت یک مسلمان، که نشه در روز آخرت دوستان عزیزان ما از یخن ما بگیرن که شما که میدانستین چرا احکام خداوند، احکام رسول الله، احکام ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین و گوش ما نرساندین. به هر حال حافظ وظیفه تو گفتن است و بس در قید آن مباش کس شنید یا نشنید. به هر حال به خدای حق همه شما دوستان و عزیزانم میسپارم، به خصوص برادر عزیز ما قریانی صاحب و دکتر صاحب انشاءالله الرحمن اگر آمده باشند به خانه. به هر حال از دعایتان ما را فراموش نکنین. دعا میکنیم برای امام زمان ما انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ان شاء الله الرحمن تا برنامه بعد همه شما را به خداوند میسپارم و یاد داشته باشین که در برنامه بعد ای که چه قسم جهل احادیث صورت گرفت و چند صد سال بعد از رسول خدا ایره بحث شمی داشته باشیم. و خدای حق سپردایمتان. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.